سلام، چگونه ای؟ خوبی؟ گفتی تو هوای آزاد همدیگه رو ببینیم. گفتم بیا آفیس، گفتی نه بیرون. چه خبر؟ آره دیگه روزای آخره که هوا باحاله. راستشو بگم تو فکر خریدم، نمیدونم توی این مارکت بخرم، صبر کنم مارکت بهتر شه. از قدیم میگن چی؟ تاریخ تکرار میشه. یادت 2008 بابا اومدین، همگیتون اومدین آفیس من، بابا گفتش که میخوام خرید کنم، همه مخالفت کردیم، گفتین 2008 رسیشن جهانی، قیمت ها افتاده. بابا گفت چی؟ گفت من باید تو این مارکت خرید کنم تا یه دیل خوب بگیرم. تصمیم اسمارتی گرفت، دیل خوب گرفت، بعدش هم دیدین بعد چند وقت مارکت را افتاد. حالا چرا اصلا 2008؟ همین چند سال پیش کرونا. زمان کرونا به برادرت زنگ زدم، گفتم همیشه دنبال یه خونه لاکچری بودی، الان وقتشه، یه خونه خیلی خوب واسه سراغ دارم، یه دیل خوبم واسه میگیرم. یادت بهم چی گفت؟ گفت الان کل کره زمین تعطیله، پشید خیابونات پر نمیزنه، تو یه خونه لاکچری بخرم، اصلا معلوم نیست فردا زنده‌ام یا مردم. بهش گفتی اگه زنده بمونی که حالشو میبری، اگرم بدنتو ترک کردی که براست دعات میکنن. اون خونه اگه یاد باشه اوریجینال پرایسش بود 13,900، بعد کردنش توی کرونا 9,300. ما چند خریدیم؟ 6,900. میشد غیر از اون زمان همچین خریدی بکنی؟ نه. برادر طرف گوش کرد، اومد بهترین دیلشو گرفت. اگر اون زمان خرید نمیکرد بعدش نمیتونست. الانم نمیگم زمان مثل زمان کروناست یا زمان مثل زمان 2008، ولی میتونم بگم که فروشنده ها، سلرها فلکسیبیلیتی دارن، با بایرها راه میان، راحت تر میتونن بایرها خرید بکنن. حداقل اینه که از زمان داغی مارکت بهتر میتونن خرید کنن. اگه میخوای صبر کنی دوباره مارکت راه بیفته، این مومنت رو از دست میدی. اوکی، تسلیم آقا، تسلیم. بزن بریم آفیس ببینیم انتخابمون چیه. بزن بریم. باشه بریم آفیس، نزدیکم از همینجاست، بریم.